چگونه که جمعه گذشته وعده کرده بودم امروز موضوع صحبت ما یکی از ستاره‌های درخشان دین مقدس اسلام، یکی از استادهای راه آزادی و راه مبارزه و استواری در دین خود و در عقیده خود که برای جهانیان درس عبرت نشان داد، بلال حبشی است. به خاطر آن من به این موضوع بازگشتم که در روز وفات رسول اکرم وقتی که بلال قبر پیغمبر خدا را هم با دیدو هم با دست آب میزد، هم اشک چشم میریخت و هم با دستان خود آب میپاشید، فاطمه از او پرسید که بلال پدری بزرگوار من را چا کردی؟ گفت که ای روشنایی چشم پیغمبر خدا، آخر این سنت الهی بود، این فرمان خدا بود، ما او را زیر خاک دفن کردیم. بنابر اشک و سوزش هایی که بلال در آن روز داشت نمیتواند کسی او را تصور کرد. ما به شما وعده کردیم که تاریخ و سرگذشت این جانباز راه اسلام و این قهرمان جان سپرده اسلام و این یار هفتم محمد صلی الله علیه و سلم را با شما بیان میکنم. الحمدلله، هزار شکر خداوند این ساعت به من دست داد و من از بالای این منبری پیغمبر بزرگوارت و بندگان تو تاریخ این صحابی بزرگ رسول خدا را بیان میسازم. عبدالله ابن مسعود میگوید که این روایت امام احمد هم هست، ابن ماجه هم هست، بلال از هفتم کسانی بود که به رسول اکرم ایمان آورده بود. پیغمبر خدا بود، ابوبکر بود، عمار بود، مادر عمار سمیه بود، صهیب بود، بلال بود، مقداد. یعنی این 7 نفر بودن که اسلام خود در مکه مکرمه آشکار کردند و به سبب ایمان و اسلام خود در زیر فشار و تعقیب مشرکای بدبخت مکه گرفتار شدند. بلال کی بود؟ هر باره که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در محفل می نشست و سخن درباره خلیفه بزرگ اسلام، جانشین اول پیغمبر بزرگوار ابوبکر صدیق می رفت، عمر می گفت ابوبکر سیدنا و اعتق سیدنا. ابوبکر بهترین ما بود و او آزاد کرد از غلامی بهترین ما را. یعنی این اقرار عمر با آن فضیلت و با آن شجاعت و هیبتی که داشتند برای این شخص آزاد کردی ابوبکر خود دلالت به تواضع و خاکساری عمر بکرد و این چنین دلالت به بزرگ بودن این انسان، یعنی این غلام آزاد کردی ابوبکر میکرد. این کی بود؟ این غلامی که ابوبکر او را آزاد کرد و عمر او را بهتر از خود میدانست کی بود؟ عزیزان من، او بلال بود. بلال یک آدم سیاه پوسته بود، بدن لاغر داشت، لبهای
سیاهی کشال داشت. در مکه برای یکی از ثروتمندهای او که به نام امیه ابن خلف بود خدمت میکرد. روزانه اشترهای او را حی کرده می برد به دشت با چند دانه خرمایی که در دستش میداد و در آن گرمای مکه چوپانی میکرد و بیگاه می آورد او را به خانه مولا به اطراف خانه او و در نزد اشترها خواب میکرد. این بود همون بلالی که عمر او را بهتر از خود اعلام کرده بود. بلال با چی سبب در جهان اسلام در دل بندگان خدا اینقدر محبت پیدا کرد؟ شاید اگر اسلام عزیز نمی بود، شاید اگر ایمان به محمد بلال نمی بود، بلال هم مانند میلیونها غلام‌هایی که در تاریخ نابود شده رفتن، کسی یادی اونها را ندارد، کسی نام اونها را هم نمیداند، بلال از قطار اونها نابود شده می رفت. اما این اسلام است، این پیروی قرآن و محمد بود که بلال را در عالم اسلام چون ستاره درخشان شعله‌ور گردانید. امروز شاید مسلمان حقیقی نیست در روی زمین که از او اگر پرسان شوی بلال نداند و جانبازی ها و عذاب های کشیدی بلال در راه اسلام نداند. این تفعیل اسلام. بلال با قضای الهی همراه مادر خود در شهر مکه غلام شده آمده بود و کسی نمیدانست که وطن او کجاست و نسب او کیست، پدر او و خیش تبرهای او در کجاست، کسی نمیدانست. زیرا این برای کسی هم ضرور نبود دانستنش. فقط مادرش در همون مکه بود و خلاص. او همراه مادر در دستی امیه ابن خلف که یکی از بایهای قبیلی بنی جمح بود مردکاری میکرد، یعنی به اصطلاح امروز بگوییم خدمتگار او و غلام او بود. وقتی که در مکه آوازه دعوت محمدی بلند شد و رسول خدا بتهای اهل مکه را و معبودهای باطل اونها را زیر تازیانه تنقید فرا گرفت، بعضی شبها سردارای مکه و خصوصا ثروتمندها در خانه خوجین بلال جمع می شدند و برای پیشگیری و برای بازداشتن راه دعوت محمد و دین او نقشه می کشیدند. بلال همچون خدمتگار در نزد اونها دست می شوشت، به اونها شراب می داد، به اونها طعام می آورد. در وقتی گفتگو از زبان اونها سخنهای را درباره محمد بار اول شنیدن گرفت. اونها خود به خود گاه می گفتند، کسی نبود از بیگانه ها. آخر محمد انسان است که تا امروز هرگز دروغ نگفته بود، هرگز کسی را فریب نداده بود، هرگز نسبت به کسی خیانت نکرده بود، هرگز یگان کاری بی حیایی و بی شرمانه از او صادر نشده بود. چگونه او یک بار دعوای پیغمبری کرد او در این دعواش دروغگو باشد؟
شاید میگفتن نه او دروغگو نیست و راست میگوید، اما ناموس، اما اعتقادات باطل خود به دین اجدادهاشان اونها را نگذاشت که به محمد ایمان بیارند و دین او را قبول کنند. بنابر گاه ها میگفتند هرچی باشد اما ما نمیگذاریم محمد که دین روش رواج یابد. از بین صحبتهای اونها بلال در گوش صدای نام محمد تکرار میشد، صدایی که محمد دعوای پیغمبری دارد، رسول خدا شنیده میشد. بنابر آهسته آهسته این صداهای در گوش او رسیده در دل بلال تأثیر کردن گرفت و دل بلال را به نور قرآن و ایمان، به نور محبت اسلام و محمد روشن کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. قرآن میگوید کسی را که پروردگار در ازل هدایت او را حکم کرده باشد، دل او را به نور ایمان روشن میسازد. مانند این دل بلال به نور ایمان روشن شد. یک روز پنهانی از مولای خود، از خواجه خود رفت نزد محمد صلوات ربی و سلامه علیه، به جناب پیغمبر ایمان آورد و کلمه عرض کرد و مسلمان شد. چند روز یا چند ماه در بین گذشت. بلال کوشش میکرد که آوازه مسلمان شدن او به گوشی خوجینهاش نرود. بنابر در لحظه های خلوت و تاریک حضور پیغمبر خدا میرفت و با حضرت صحبت میکرد، از او درس میگرفت، از او تعلیم میگرفت. باز خلوت به خانه مولا می آمد و کار خود ادامه میداد، اما هیچ سیر پنهان نمیموند. خصوصا در آن روزها که اهالی مکه می جوشیدند و درباره محمد الدین نبی او صحبت می کردند، قدم به قدم می پاییدند که کی به محمد رفت آمد دارد، کی نزد او می رود، کی با او هم صحبت می شود. ناگهان چشم اونها افتید که بلال، همون غلامی سیاه پوست، همون خدمتگار و دهمردی امیه ابن خلف، یکی از شخصیت‌های با نفوذ مکه، یکی از دشمن‌های اشدی محمد، نزد محمد می رود، به او ایمان آورده است. یا الله، آوازه به مکه پهن شد و زود به گوش امیه ابن خلف و دادر او ابی ابن خلف و پسر ناخلف او علی ابن امیه رسید. وقتی که این آوازه به گوش اونها رسید، وقتی که به گوش اونها رسید، گویا اینکه آسمان بالاشان زیر کرد. گویا اینکه زمین اونها را کشید ایستاده است. به طاقت شدند. امیه فریاد کشید بلال یا بیار. بلال در صحرا بود. بگاهی بلال عشق خدا دا سوخته، الله گویان می آمد اشترها را به نزدیکی حولی مولای خود آورده بود که جلادهای امیه ابن خلف او را داشته نزدی مولا آوردن. پرسید که بلال، من شنیدم که تو به محمد و دین او ایمان آوردی.
و از دین من و باباهای من روی گرداندی؟ بلال خاموش بود. باز پرسید، بلال خاموش بود. فرمود بلال از زیر تازیانه قرار دادم. آخر بلال اقرار کرد که آره من به محمد و به دین او به خدای محمد ایمان آوردم، هرچی میخواهی بکن، من از این ایمان خود نمی کردم. خون در سر این بدبخت جوشید. بلال را زدن، مجروح کردن، خونشار کردن، بیهوش کرد و پرتافتن. او گفت ای بلال، قسم بلات و عزا، من تو را چنان عذاب دهم که برای تمام اهل مکه تو نمونه شوی، درس عبرت شوی. فردا آفتاب سوزان مکه سنگها و بیابانها و رگهای مکه را تسباند. نصف روز بلندتر شد. دیگر هیچ کس در بیرون از گرمای سخت مکه گشته نمیتانست. این جلاد خونخوار فرمان داد به غلامهای خود که بلال عریان کنید، لچ کنید و دستاش بندید و در گردنش ریسمان اندازید و پاهاش بندید. او را کشاله کنان به زمین در بالای رگها و خارهای مغیلان مکه به دشت بردن بیرون شهر مکه که آنچنان گرمای او بلند بود که حتی گوشت خام در بالای رگهای او میموندی میپوخت. بلال عذاب و شکنجه دادن گرفتن، میزدن، بدنای او را خونشار میکردن. لبهای بلال از خون یخ بسته بود. میگفتند بلال گو، من از دین محمد بیزارم، گو من از اسلام محمد بیزارم، گو. اما بلال چی میگفت؟ الله احد، الله احد، خدای من یکتاست، خدای من الله است، پیغمبر من محمد است. دیوانه میشدن. طاقتی شنیدن این ندایی، این صدای جرنگاستی بلال نداشتن، باز در دهان او بلغت میزدن تا شب عذاب میدادن. شب آفتاب که می نشست، باد سلقین در مکه می وزید، بلال می خیزاندن. دستاش بسته بود، پاهاش بسته بود، در گردنش ریسمان، به دستی کودکان می دادن که بالای خارها در بین کوچه های مکه کشه، تا اینکه همه ببیند این از جزای کسی که از دین بابا اجداد خود رو می گرداند. بلال با آن حال دار گاه بیهوش می شد، گاه به خود می آمد، احد احد می گفت. صدای او در کوچه های مکه شنیده می شد، الله احد، الله احد. با این باب چند روز پای در پای بلال تعذیب کردند، عذاب دادند، شکنجه دادند. اما بلال حتی یک سخنی که سبب خرسندی اونها شود به زبانش نمی آورد. آخر امیه ابن خلف بالای سر بلال آمد، گفت که ای بندی بدبخت، من در پیشگاه خدا چی گناه کردم که من به تو مبتلا کرد؟ تو من در نزد اینها شرمنده کردی. تو آهسته‌ام باشد یک بار گوی که من از خدای محمد بیزارم، آهسته‌ام باشد یک بار گوی نسبت اسلام، من تو را آزاد میکنم، من تو را هر چی خواهی میتم،
من تو رو خانه میتیم، زن میتیم، تو یک بار گوی نیست باد اسلام. چگونه که مسلمانای ما برای $10 این کلمه رو امروز تکرار دارن، خدا تماسیان. اما بلال چی میگفت؟ بلال میگفت والله و قسم به خدا که زبان من این کلمه رو گفتن نمیتونه. لا احسن ان اقول، قسم به خدا که من این کلمه رو تکرار کردن نمیتونم، زبان من نمیگردد. آخه نمیگردد چی من نمیدونی؟ الله احد، الله احد بگفت. خلاصه کلام چند روز این عذاب و شکنجه ادامه یافت. بلال در این چند روز آغشته خون بود، لبهاش از خون بسته شده بود، دنداناش پر از خون بود، دهانش پر از خون بود، اما الله احد می گفت. حتی یک کلمه هم به ظاهر زبان برای خرسندی اونها گوید تا جان خودش از هلاکت خلاص کند که قرآن به این اجازت داده بود، اسلام به این اجازت داده است، همون هم نگفت. پروردگار در قرآن میگوید کسان بندگانی که در این حالت سخت خوف هلاکتشان باشد به خاطر ایمان، اونها در رخصت است که کلمه کفر گویند تا جانشان از کشتن خلاص کنند. به این رخصت بود، اما بلال همین هم زبانش نگشت که گوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب الله ولهم عذاب عظیم. اما زبان بلال نمیگشت، زبان بلال نمیگشت. زبان بلال بجای او الله احد بگفت. احد، خدای من یکتاست. روز مانند پیشتر بلال را در وقت گرمای مکه باز به صحرا برآوردند، با پشت عریان، با بدن لاش در زیر آفتاب سوزان 60 گرد سوی مکه، 60 گرد 70 گرد شاید آن وقت بود. بلال در بالای ریگ خواباندند و 4 نفر جلاد بیرحم دیگر سنگی وزنین را آوردن و در بالای سینه بلال گذاشتند و سنگهای تسبان در رخسارهای بلال میموندند، میگفتند گو نسبت اسلام، گو نسبت محمد. اما بلال در جای او وقتی که به هوش می آمد الله احد، الله احد میگفت. الله. ابوبکر صدیق گذشتند، دیدن که در زیر آفتاب، در زیر سنگی وزنین جسدی در خون آغشته بلال، جسدی با خارها چسبیده بلال نالش دارد، نالش دارد. نالش او الله احد بود. ابوبکر طاقت کرده نتونست، فریاد کرد ای امیی بیرحم، ای جلاد خونخوار، اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. شما یک آدمی که فقط گناهش این است که خدای من الله هست میگوید برای هوا اینقدر عذاب و شکنجه، آخر وای مال تو رو خیانت نکرد، آخر وای در زن و ناموس دخترت خیانت نکرد، برای چی وای اینقدر عذاب میتی؟ برای یک کلمه، برای یک کلمه که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت. امیه صدای چرانگاستی حضرت ابوبکر شنید، گشت نگاه کرد که ابوبکر است.
امیی لعنتی ملعون از بسیار عذاب دادن بلال که خود عذاب میکشید، خود فشارش بلند شده بود، خودش تحقیر شده میشمارید، مانند انسانی که در آب غرق شده ایستاده باشد، ناگهان کشتی میرسد و بند میپرتاید او را از هلاکت، از غرق خلاص میکند. وقتی که ابوبکر دید گویا اینکه خودش از این ورطی امید نجات براش پیدا شده، گفت ای ابوبکر تو با همراه محمد اینها را فاسد کردی، اینها را از راه بابای من دور کردی، تو کردی، فانقذهم مما ترى، از دستش میگه تو را خلاص کن. حضرت ابوبکر گفتند ای امیه اکثر من بگیر از پول دادگی چند برابر زیاد او را آزاد کن. امیه گفت تو بلال خریدی، از همون پول خریدگی چند برابر زاید من بده میتیم، او را گیرو از این شکنجه آزادش کن، خلاصش کن. حضرت ابوبکر امیه شکر ملعون یک آهی دوره کشید و گفت مهدش پولش من با تو آزادش میکنم. چی میتی؟ زیرا که او بدبخت تاجر بود، او سوداگر بود اهل مکه، اون نابود شده رفتن بلال یک سم بالاتر میدانستند، بنابر تا او خود همتون مرده رود 10 سم برای ما غنیمت است گویان راضی شد به فروختن بلال به حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر گفتن چند پول میفروشی؟ در بعض روایت ها یک غلام داشتن، خیلی غلام با قوت بود، با او علیش کردن. و در روایت دیگر او بدبخت گفتی 40 تنگه بیار، 40 تنگه تیتر من بلال به دستت میتیم. زود حضرت ابوبکر از کیسهشان برآوردن 40 تنگه که میخواست این ملعون به او دادن و بلال آغوشته خون از زیر سنگ خلاص کردند و دست پاش بستند، خیزاندن بلال چی حال چی بود، آغوشته خون، لبهاش پر از خون، اما بیهوشانه الله احد میگفت. بلال در آغوش گرفت، در قچاق گرفت، به سوی مکه روان بود، به سوی شهر که این امیه لعین شاید از کردش پشیمان بود یا شاید برای تحقیر و ناموس بلال این سخن گفت ای ابوبکر از تو هم احمقتر کسی نبوده است، والله لو ابیت الا اوقیة واحدة لدفعتك بها، قسم به خدا تو اگر من حالا 40 تنگه دادی، اگر 1 تنگه میدادی برای بلال، من همون 1 تنگه رو گرفته بلال به تو میدادم. تو خوب احمقه بودی که برای همین 40 تنگه دادی یا 40 تیلا دادی. آره این سخن برای حضرت بلال شاید تحقیر بود، برای بلال که چندین ماه برای دینش، برای اسلامش، برای خداش عذاب کشید، البته تحقیر بود. اما ابوبکر نخواست که این برادر دینی او از زبان این ملعون تحقیر بیند. گفت ای امیه از تو احمقتر و نادانتر کسی دیگر نبوده است، والله لو ابیتم انتم الا 100 اوقیة لدفعتها الیکم، قسم به خدا که اگر شما حالا تو 10 اوقیه گرفتی، اگر 100 تیلا از من میگرفتی، 400 تیلا میگفتی، من میدادم این از تو میخریدم. تو به همت بودی، تو ناکس بودی، تو پس بودی. گفت من اینا همه بایگری من میخواستی میدادم برای تو، اما این از تو من خلاص میکردم.
مولانای روم در مثنوی خود قصه بلال بیان میکند و خیلی هم شیرین تصویر دارد. من خواستم با شما عزیزان از زبان مولانای روم این قصه را با شما خوانم. تن فدای خار میکرد آن بلال، تن فدای خار میکرد آن بلال، خواجه‌اش میزد برای گوشمال. کی چرا تو یاد احمد میکنی، کی چرا تو یاد احمد میکنی، بنده بد منکری دینی منی. برای چی؟ فقط احد میدونی. کی چرا تو یاد احمد میکنی، بنده بد منکری دینی منی. میزدن در آفتابش او بخار، میزدن در آفتابش او بخار، او احد میگفت و بهر افتخار. این لعین بلال میزد با خارها، با چوبهای خاردار، اما بلال احد میگفت. میزدن در آفتابش او بخار، او احد میگفت با بهر افتخار. تا که صدیق آن طرف بر میگذشت، تا که صدیق آن طرف بر میگذشت، آن احد گفتم به گوشی او برفت. حضرت صدیق ابوبکر دیدن عذاب و شکنجه بلال و صدای احد گفتنی او را. بعد از آن خلوت بدیدش پند داد، بعد از آن خلوت بدیدش پند داد، که از جهودان خفته میدار اعتقاد. یک شب میگد حضرت ابوبکر خلوت نزد بلال رفتن، جسد خونالودی او را آهسته در گوش گفتم بلال آخر از این جهودهای لعین تو اعتقاد خود پنهان دار. خوب اونا میگن قسم بلا تو عزا گو، تو گو لا تو عزا شنه. آخر احد گویی تو بس کن، ظاهرا هم باشد. عالم السر است و پنهان دار کام، گفت و تا کردم توبه پیشد امام. حضرت بلال گفتن خوب ابوبکر صدیق ای شخص بزرگ اسلام، من توبه کردم، خدا خواه فردا خیر نمیگویم، فردا اگر گویم گو نیست باز اسلام بگو. توبه کردن زین نمد بسیار شد، عاقبت از توبه و بیزار شد. فاش کرد اسپرد و تن را در بلا، کای محمد ای عدوی توبه. پگاه باز که می بردن بجای آن که نیست باز اسلام گوید، اما بلال باز همون احد میگفت، باز الله احد میگفت. آخر حضرت ابوبکر نصیحت کردن، بلال خسته شد گفت جان من ابوبکر دیگر منو نصیحت نکن، من طاقت این گپ گفتن ندارم، من هر عذاب تیان، اما من هیچگاه با محمد کافر نمیشم، من هیچگاه به زبانم باشد این کلمه رو نمیگویم. فاش کرد اسپرد و تن را در بلا، کای محمد ای عدوی توبه. ای تنی من ای رگی من فرزی تو، به رسول اکرم خطاب کرد. ای تنی من وی رگی من فرزی تو، کای محمد توبه را گنجا گجا باشد درو. آخر تمامی وجودی من، رگ و خون و پوست من عشق محمد و خدای محمد خودی پر شدگی است، دیگر من چی تو گویم؟ من به چی گویم؟ من جای خالی ندارم غیر از عشق خدا و محمد، دیگر در دل جای خالی ندارم، چی گویم؟ ای تنی من وی رگی من فرزی تو، توبه را گنجا گجا باشد درو. توبه را از این پس ز دل بیرون کنم، از حیات خلد و توبه چون کنم. من
هرگز این گپ نمید. آخر بلال رضی الله تعالی عنه را ابوبکر صدیق با دادن 10 اوقیه تنگه، یعنی 400 تنگه خرید، آغوش کرد و حضرت بلال نزد پیغمبر بزرگوار برد و رسول اکرم بلال در آغوش گرفتن و خونهای او را از لب و دهانش تازه می کردن، او را بشارت به آزادی دادند و بشارتی به جنت دادند. حضرت بلال وقتی که رسول اکرم به مدینه هجرت کردند، از قطار دیگر صحابگان بزرگوار مدینه آمدند. وقتی که در مدینه پیغمبر بزرگوار اولین دولت اسلامی را تأسیس داد و اولین قصر پرزیدنتی خود تشکیل داد که او همون مسجد ساده یک و از چوب خرما ساخته او بود و بار اول در تاریخ آن عالم بیرق سبز لا اله الا الله محمد رسول الله را در بالای این قصر خود، این مسجد آویزان کردن، الوان میخورد. رسول اکرم و صحابگان بزرگوار او برای جمع شدن در مسجد در وقت نماز مشورت کردند چیکار کنیم که هممان یک وقت جمع شویم، نماز بامداد و پیشین عصر و شام و خفتن با جماعت کنیم. مدینه کشاد شدگی بود. مشورت کردند. با الهام پروردگار عبدالله ابن زید خواب دیدند و در خواب او جبرئیل امین به حضرت عبدالله ابن زید کلمات اذان تعلیم دادند و این خواب حضرت عمر هم دیدند و عبدالله ابن زید دوام نزد رسول اکرم آمد مسجد و خواب دیده خدا با همراهی کلماتی شنیدگیش به رسول اکرم گفت. پیغمبر خدا گفتند این خواب تو والله خواب برحق است و او شخصی که تو دیدی جبرئیل بود. که گفتند عبدالله همراه بلال از آن بود. ببینید وقتی که رسول اکرم خواستن بار اول کسی از آن گوید و رو به صحابگان بزرگوار خود کردن، چشم به بلال افتاد. همان بلالی که قریب 13 سال در زیر شکنجه عذاب الله احد میگفت، صدای خود چه خاموش نکرد، به بلال افتاد. گفتن بلال قم خی از جا. که گفتن برا بالای بام مسجد. عبدالله به تو کلمای اذان میگوید آهسته آهسته، تو با آواز بلندی صداناک جرنگاستی خود از آن بود. بنابر مؤذن اول اسلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنه بار اول در تاریخ اسلام از آن گفتند الله اکبر الله اکبر. صدا به تمام گوش و اطراف مدینه رسید. حضرت عمر دوان آمدن گفتن یا رسول الله قسم به خدا که همین خواب همین کلمات منم الان دیدی ایستاده بودن. با همین عنوان بلند معزنی به بلال نصیب گشت.